صادق عجب صادق بود. صادق هدایت را میگویم. نوشتهش چقدر آشناست. نوشته بود فاحش بسترش را میبوسد، ورزشکار 4 گوشه زمین را و آخوند قرآنش را. نان از هر جا که باشد مقدس است، باید بوسید. عده‌ای نماز اجاره‌ای میخوانند و روزه اجاره‌ای میگیرند برای امواتی که در حیاتشان وقت نداشتند خودشان انجام دهند، ولی پولی داشتند که بدهند به نمازخوانان و روزگیران حرفه‌ای تا برایشان انجام دهند. پدر پول بسوزد که در دستگاه خدا هم کار می کند. آن هم چه کاری؟ جانشین پرستش خدا. پول می دهند تا دیگران برایشان خدا را بپرستند و او به بهشت برود و ثواب نماز روزه آنها را ببرد. به راستی که عجب حماقتی است این مذهب. همه آزادی می‌خواهند بی آن که بدانند اسارت چیست. اسارت به میله‌های دور جسمت نیست، به حصارهای دور تفکرت است. جرم جهنمیان همخوابی با نامحرم و مشروب بود و پاداشت بهشتیان همخوابی با نامحرم و مشروب. آیندگان ما به سادگی ما میخندند. تو میفهمی؟ من نمیفهمم. فرق حوری با فاحشه چیست؟ یکی در استخدام خداست و دیگری در استخدام بنده خدا. خدایی که به پیروانش حوری رشوه میدهد و بهشتی که فاحشه خانه است. کدام یک بیگناهند؟ فاحشه‌ای که از سر ناچاری این گونه شکمش را سیر می کند، یا حوری که لذت تنش پاداش کارهای خوب بندگان است. تو میدانی، من نمیدانم. غصه نخور نابینا، در این دنیا چیز قشنگی برای دیدن وجود ندارد. ما هم که میبینیم خودمان را به کوری زدیم. ماهی ها گریه هایشان دیده نمی شود، عقاب ها سقوطشان و انسان ها درونشان. دلنوشته از صادق هدایت.